آقا یعنی آوردی خانه چندی است. این خانه کش 77,000 است فهمیدی؟ یعنی آفت اتاق داره. آفت اتاق داره 160 کم است فهمیدی؟ 160 متر. 160 متر است. تا که این بیرون اتاقش است این اتاق است این خانه است این بیرونش است. دیگه اینش پارک پلاس هم داره. پلاس داره. آفرین این بیرون اتاق است. این پیش میشه. یعنی دیگه داخل این مربوط از میشه. آفرین تو باش که دیستی ما خورد باش که دیگه داخل اتاق باید یعنی جای بخشش است یعنی بیرون از بخشه این جایی که داره این پریوات است از خودش است این هم سعی کن ساختمانش کن یک اتاق داره تیر کن آفت اتاق آف داره اتاق داره این داخل کوشش است این جای نارخوری خلاص شد نه وزیر آره سوای نزینجی خانه میده خواهش برو بشو سوشل کام کرد یعنی دیست گفته کن 8000 اینجا 8000 پاس بریم داخلش سعی کنیم که رقم است اینی بیرون از خانه خب چه چیز داره 8000 روپیه با 98 متر این چی کنه 814 کم است خانه که کلانیش که است اینجا 8000 پاس دیگه 4 اتاق داره 19 36 توشه این البته داخلش سعی کنیم چه رقم است سعی کنیم بیرون است اینا پریوات از خودش است این داخل است جای پارک موتر که میکنی این داخل چیه کوشه است آشپزخانه این اتاق چی است اتاق خواب است سعی کن یا مامش است خوب بودی هست باشیم ما دیسپرس دو چه خوبه خبر دیم سعی کن ایران یک لگو 35,000 روپای نیش است یونیش 70,000 روپای این 70,000 این 45,000 چی کست چی است چند متر؟ اینیه؟ 45,000 روپای 39 متر نه؟ این کست جایی که میخری مثلا زیره خانه نیست ببین اون یک راپورت اینی چنده؟ این 70,000 روپای پرشی؟ آه پرش مثل مفته این 70,000 روپای میدی 70,000 70,000 روپای این خانه رو میده سعی کن کمپلیت چند اتاق داره کمه 60 پس طبخیش بالای نه 68 کمه طبخیش بالای چند خود را یک دو سه چهار اینیش سره 183 متر همون میدوش یا اینی این است اون نیست 183 سعی کنین داخل چیزیش است این همون میشه امام که میکنن اتاقش است این آشپزخانهش است این داخل اتاق است سعی کن یعنی کلم چیزش است برای بیش مثلا که تو اتاق خانه خواب اینجا جای شتن است میشینی اینجا اتاق خواب داره دیگه این خود بیرون اتاق است دیگه این است خلاص دیگه این 65,000 است دیگه 35,000 پیاش قیمت است این 65,000 پیست این خوب مثلا زمین که می‌خری این 60,000 نیم 60 دارید میت شده منزلش کلان نه 47,000 سایکو 47 است آفرین کم این کلان مال میشه باز منزل زیاده است نی جای برش میگه کجا داخلش شد خانه رو هم سعی کردیم 89,000 روپیه خانه به نظرم 89,000 خواست ببین آفت اتاق داره میت شویه ای یعنی بیرون است نیه ای چی میت است 130 چی بیش سعی کردم کنه خانیس کنه از دیگه خب پیسیش هم کنه پترک ده میارد شخصی از دیگه آدم اگر بیت خانه خودش بگیره خوب است دیگه نه؟ دیگه خانه نیه یعنی میتونه بدل میشه هر این روز دیشاره دیگه هر روز بدل میشه مثلا کدام جای خانه است از روی خانه نه آمده که میزنه آفرین هر روز خانه را که دیدیم دیگه دیگه خفه بود عالی بود خوبش بود
مقصد چی بینید پیسه نداریم دیگه برادر جنز در اتریش زندگی می‌کنیم دیگه مال هم بینیم مال بینیم این آماده یک در خانه بخیر گرفتیم و میاییم آره یک دونه میگیریم انشالله بخیر من یه دفعه خدا خواست شما کنم توکل به خدا جان نری باشه دیگه بریم این تک چکر بیرون این طرف رفت بازم بیرون رو بخیر لطف بدید بخیر انشالله امید خدا جان بیا رمضان بیا دوستان دیدین چی هست بانک هست شپارک واسه میگه بانک شده دیگه این خانه فروشی هست کسایی که مثلا میخوای خانه بگیرن یه اینجا قیمتاشی منطقه‌شی مترشی کل چیش بروش زدگی است اگه پول نفتش که نفت میگیری اگه نداشت کن قسط بندی میکنی دیگه از بانک میخوای مثلا اگه خانه بگیری باید از بانک بگیری دیگه نمیشه مثلا مجازی و قسط بگیری بانک اعتبارش زیادتر است ولی شاید هم پول داشته باشی نفت بگیری بهتر اگه نداشته باشی باید خرج کنی ولی نفت بهتر خدا نگه روز که صاحب خانه شوی امید دیدار بعد